و آیا آوازهایی که نسبت به او پهن گشته است راست است و یا دروغ؟ ای جانی لالا، ای لالا را بردم بالا. مخلصان این عملی او را عاشقانه خوانده فرزانه را اسیر عشق نامیدند. زنای تاجیکستان خور نشوند. سراینده با پوشیدن حجاب مسلمانی و با لباس مذهبی به صحنه برآمدن شروع کرد. سلام اپا و خوارو، امروز درباره یک زن موفق گپ میزنیم که فریده رسولова زلاتوی دیرکتوری شرکت فابریک. شما را میتونه که دستگیری کرده بازینه‌های دیرکتوری برده رساند. حاضر لینیای نو شک شده است که خودی حاضر که اگر رجیستر شدین شما صاحب 20000 سومانی و صاحب 10000 سومانی از نام فریده بانو میگیرید و همچنین 10 آدم دیگر را از تگ شما رجیستراسیون میکنند. شما را به قله‌های بلند بردن میرساند. از 3 فوریه تا 16 فوریه شخصانی که رجیستراسیون میشود او را به توفان نمیمونه. در کماند خودش برای آدمای اکتیونش روزگاری داده که 10 تا راه خط به شهر آلتای و 5 تا اسمارت فون و 1000 دوخی شما صاحب پدرکه میشه. نگفتن آمد که رقم ها در روی اکران مرحمت زنگ زنید. زنای تاجیکستان خور نشوند. دوستان عزیز و تماشاچیان گرامی به شما سلام میگویم. امروز درباره یکی از چهره‌های شناخته و یکی از سراینده‌هایی که همراز گپ و آوازها نسبت به او خیلی زیادن با شما برنامه تهیه کردیم و تمام برنامه را ببینید که درباره او چی میگویند و عین حال او در کجا زندگی دارد و با چی کارها مشغول است و آیا آوازهایی که نسبت به او پهن گشته است راست است و یا دروغ؟ بالای دیدم هستی، بالای چشم هستی، بالای جانم هستی. فرزانه 11 میلیون سال 1989 در شهر کولاب به دنیا آمده است. برعکس سرود مشغول شدنش از محیط عائلویش وابستگی دارد. مادرش هنرپیشه و آوازخوان مشهور سوریا قاسیمووا و اپش شبنمی سوریا. پدرش باشد خورشید ربیعف کارمند ملیسا بود که نسبش را از او به وی گذاشتند. سال 2008 فرزانه بار اول برنامه موسیقوی اشتراک نمود. فرزانه چند پیش برنامه کنسرتی خود را در مسکو روسیه برای مهاجران کاری تاجیک گذرانید که هم معروفیت و هم سر و صداها را به آوازخوان آورد. در اینترنت ویدیوهای پخش شد که در آن فرزانه خورشید در صحن کلوب سرود میخواند و رقص میکند در احاطه مهاجران مهنتی از تاجیکستان که نامحدود و مستند. تنقیدگران آوازخوان را برای آن محکوم کردند که فرزانه خود را در سطح پست در این قرار داده است و در نزد شخصانی بدمست رقص و سرودخوانی نموده است. فرزانه عملی خود را با وطن دوستی و محبت به مردم زادگاهش شرح داد. با گفته سراینده وی میخواست در نزد هموطنانی که امکان شرکت در کنسرت آوازخوان را ندارند هنرنمایی کند. سال 2010 سراینده در جنجال درماند. او با دوست پسری خود فرخ روزیف کمک کرد که از تالار دادگاه فرار کند. ایبدار شونده بدون اجازت تالار سود را ترک کرده به ماشین نشست که فرزانه راننده ماشین بود. سراینده به دادگاه اقرار شد. وی نمیدونست که مرد بدون اجازت از بنا برآمده رفته است، زیرا پلیس هایی که در درآمدگاه ایستاده بودند برای بازداشت فراری کوشش نکردند. در مرافعه فرزانه خورشید خواهش کرد که او را نه همچون آوازخوان معروف بلکه همچون یک شهروند عادی دولت محاکمه کنند. مطبوعات میداند که خواهر و مادر سراینده بارها در نزد حکومتداران هنرنمایی کرده در دایره های حکومت و ثروتمندان رابطه های دوستانه داشتند، اما دختر از این پیوستگی ها استفاده نکرد. سود منطقوی ناحیه سینا آوازخوان جوان را برای کمک به فراری با مدت 2 سال زندان محکوم کرد. جزای خیلی سنگین برای بدرفتاری ناسنجیده و غیر منتظر در برابر رد نیکی فرزانه از استفاده مفقه عائله در جامعه هنگامه ایجاد کرد. مخلصان این عملی او را عاشقانه خوانده فرزانه را اسیر عشق نامیدند. سال 2011 آوازخوان پس از ادای 1.5 سال زندان به آزادی برآمد. سال 2014 او به زیارت خانه کعبه به شهرهای مکه و مدینه عربستان سعودی رفت. بعد از آن فرزانه مقام حاجی بیبی را گرفت. سراینده با پوشیدن حجاب مسلمانی و با لباس مذهبی به صحنه برآمدن شروع کرد. اصلی دلکم به او کسلی بچه پشی گذری وای 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 خشم و لخش نظری عاشق زاری تو بله. مراسم توی روز 15 سپتامبر سال 2015 در شهر کولاب زادگاه فرزانه برگزار شد.
шавҳари сароянда тавре интизор мерафт навозандаи боисседод ва овозхон Фаридуни Хуршед буд. Фарзона бо шавҳараш соли 2011 аз ҳам ҷудо шуданд, ки кӯдаконаш бо модар монданд ва Фаридун дар тарбияи онҳо нақш мебозад. айни ҳол Фаридуни Хуршед дар Амрико қарор дорад ва овозаи интернетӣ, ки гӯё Фарзона бо Фаридун аз нав никоҳ карданд, дурӯғ буда ва ҳеҷ асоси воқеӣ надорад. сарбаландӣ ва саодати рӯзгорро ба шумо таманно дорам. то наворҳои дигар пайгири барномаҳои мо бошед ва ҳатман коммент бинависед ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. нафароне ки мехоҳанд ки аз хати сарҳад гузашта документҳои худро сари вақт ҳал намоянд, пас ман ба шумо тавсия медиҳам ширкати баха дар як муддати кӯтоҳ метавонад ки кори шуморо осон гардонад. бо баха бимонед.